تو نمیخوره. حالا میخوایم بازش کنیم، درستش کنیم، ببندیمش. نگاه این چرخه ایوری سالمه، قشنگ تو میخوره، ولی او یکی گیریپاژه. نگاه چه صدایی میده. زورکی میچرخه، اسکی سفته. خب الان میاریم بازش میکنیم، موره سر اینو باز میکنیم رو سر چرخه رو. پیچ محورشون باز میکنیم، پیچ وسطی چرخه رو. خیلی سفته. خب بازش میکنیم، میاد بیرون. یا نفری فکر کنم اینقدر آب ریخته روش دینگ زنگ زده. بله پیچه زنگ زده. همچین صفر شده، جوش خورده به هم دیگه. ما متوسل بشیم به چکش. اما چکش میزنیم این در میاد یا نه؟ خیلی فکر نکنم، خیلی سفته. خب بالاخره در نمیاد. زنگی زده. اینم در نمیاد، خود چکش بزنی روش بینیم. بله اینم زنگ زده. به این سادگی هم در نمیاد. هر بکن همچین درت بیارم. چه قیرچ میکنه؟ آخه ویلچر زمامسه میخواستن حرکتون بکن. دیارت میارم، یه حرفا خونی. به قول گفتنی گو میدونی اینجا کجا ما کیام؟ چی ما نگفتم تو در نمیای؟ میدی در اومد؟ خب حالا پیچه در اومد، بریم سراغ بلبرنگا. بلبرنگا هم زنگ زده درست حسابی. روی هم در نمیام. پیچه هم حسابی زنگ زده. قشنگ تمیزش کنیم، سنبادش بزنیم. ای حرفا به رده. نگاه بلورین کشم زورش نمیرسه. چکش پیش کشی ها لقد میکنم کشم و در. و الان دیگه باید خب بلورین کشی در بیا. امتحانش بکنم. یا خدا در بینیم. باریکلا. زنگ زده قفراق و خراب. اینم چکش پیش کشتی میخوایی به این راحتی در نمیاد. چهار پنج ضربه خود چکش بزنم ریش. الان ما پولی کشکی جواب. الان فرس بگرش رویم. علی یکی دیگه. در باریکلا. الان شدی درست.
بلبرنگای خراب شده زنگ زده اصلا نمیچرخه. برم یه 4 تا بلبرنگ برش بخرم بیام که 2 تاشو عوض کنم. 2 تا ایوریه میخواد 2 تا اوریه. بلبرنگا نویه باید باز کنیم گریس بذاریم داخلش. خب این گردگیروکا رو میکشیم بیرون با چیز نوکتیزی سمت وسط بلبرنگی. اگر طرف بیرون گردگیره رو بخوای بیاری در خراب میشه. سمت داخلش میاریم بیرون گریس میذاریم داخل بلبرنگی. خوب یه پر گریسش کردیم گردگیری که رو محکم میزنیم اونجا. هم بذاریم روش یه فشاری بدیم کیپ میره سر جا خودش. حالا برش میگردونیم او برشم گردگیره رو در میاریم قشنگ پر گریسش کنیم. بعد 4 تا بلبرنگا نوی همین کارو میکنیم. 4 تاشو 2 طرف گریس میذاریم دیگه میشه آماده برای نصب کردن روی چرخ‌ها. خب این پیچه رو باید قشنگ سنباده کاریش کنیم ترتمیزش کنیم که راحت تو بلبرنگا بازی کنه. خیلی خوب حسابی ترتمیز شد. نگاه بلبرنگم حالا قشنگ راحت جا میره مرتب آزاد شد. حالا پیچه رو میذاریم جا خودش قاشرش رو میذاریم و میریم آماده میشیم برای بستنش. خب این چرخه میاریم پیچ محور روش زنگ زده. پیچ محورش رو تمیزش کنیم یعنی مشتم دیریل سنباده میگیریم روش خوب تمیزش کنیم دیگه کاری نداشته باشیم. خیلی خوب اینو از این پیچه خب حالا میبندیمش یه ذره گریس میزنیم دور پیچه دیگه زنگ نزنه. خب یه بوکس 19 پیچه رو میبندیم میره تو ته. تنظیم اینجا باید تنظیم بشه اینجا نباید خیلی شل باشه نه زیاد سیف باشه که راحت به چرخه. خیلی خوش تو همین جای بلبرنگا یه ذره که سفتر باشه سفت میچرخه فرمونش سفت میشه. نه الان ذره سفته این ذره نیم دور شلش کنم نیم دورم نه همین یه 3-4 درجه
عالی میشه. بعد مهره رو از این ور میذارم پشت پیچه و سفتش میکنیم. مهره رو پیچه رو نگهش میداریم، مهره رو حسابی سفت میکنیم تا دیگه فرمونه همینجا تنظیم باشه. یه نکته بسیار مهمیه تو فرمون ویلچر که درست نمیگرده، یعنی 100% مال همینه، هیچ عیبی دیگه نره، فقط همین. پیچه رو باید حسابی محکمش کنیم. الان نگاه چه راحت میچرخه. یا خیلی خوب، حالا چرخشو میبندیم، طرف بلبرنگی واشر کوچیکی براش خوره، یکی همو براش که پیچه که صفر میشه بلبرنگی وسطش میزون باشه که دیگه لق نزنه. لایک سابسکرایب یادتون نره گرفته بیدیم. خب ویلچر رو میگردونیم، چرخه ایوری رو باز میکنیم، عین همون یکی دوتا بلبرنگا دیگه هم میندازیم روشو، یه عمری میشه. سالمه ولی زنگ زده ای، این میچرخه ممتاز، زنگ زده. همینم زنگ زده، در نمیاد. چکش و ضربه هم بزنیم که بیا بیرون. الان پیچه که بیا بیرون نگاه قشنگ مشخص زنگ زده. این چه سفت در میاد. نه نگاه زنگ زده. اینو باید بیاندیمش دم دیریل تمیز زنگاشو پاک کنیم. این بلبرنگاش خرابه، این تنظیم نبوده رو لق میزنه. پیچه دیگه گفتم تنظیم میبندیم یکی دلداش. حالا بازش کنم بلبرنگاش عوض کنم، این او یکی تنظیم میبندیم و شد تمام. این بلبرنگا مال یکی. خب اینم چرخه ایوریش، هر چه قشنگ چه حسابی صفر کنیم، مهره رو صفر کنیم دیگه تنظیم خارج نشه. زور رو میرسه صفتش کنیم چه شل نشه، این ضربه زیاد بخوره. نگاه چه روون شو. این روز اولوش فابریک زنگا پیچشون پاک میکنیم، پیچ چرخه رو تمیز مرتب بندیماش. خوشتون اومد لایک کنید، سابسکرایب کنید. چرخ درست کردن، چرخ سازی، ویلچر، دوچرخه، نه همش باید حوصله دار باشی. اگه حوصله دار باشی بشین پایینا، اگر نباشی اصلا نگاه نکن. خوش. خب اینم ویلچر دیروزی، این چرخا جلوش قشنگ کار میکنه. آفرین.